با سلام. امروز پنجشنبه تاریخ 24 خرداد 1403 یه نمونه دیفکت رنگ میبینیم که به خاطر اعمال بیش از حد رنگ اتیل سیلیکات ضخامت بالا در حد، حالا الکومت ببینیم چقدر ضخامتش، 116 میکرون، 125 میکرون، 134 میکرون. عرضم به حضورتون به خاطر ضخامت بالای رنگ 121 میکرون، رنگ به صورت ترک ترک و تبلیغی که همه تراشیده میشه به بیس میرسه. این ایراد به خاطر ضخامت بالای رنگ وجود اومده. تقریبا هم این الان یه 22 هفته 15 روزی میشه، 15-16 روز بعد اعمال رنگ میشه که این اتفاق پیش اومده. این قطعه تقریبا 15 روز پیش رنگ شده. 129 میکرون.